لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام بر شما حاجیانی که خداوند متعال فرصتی بهتون داده که بتونید امسال و انشاءالله به حج برید، و سلام و صد سلام بر شما شیفتگان حج که با نیتتون انشاءالله اجر حج رو میگیرید، هرچند که در خونه هاتون آرام نشسته باشید. عزیزان، حج رفتن واقعا شوق داره، انسان عشق داره، هممون میخوایم بریم حج. عجیب هم هست، خود حج از لحظه اولش تا ما میرسیم به مناسک رو اجرا میکنیم تا برمیگردیم، همش چیه؟ همش سختیه، همش خستگی داره توش، همش انفاق داره، هم مالمون رو میدیم هم خستگی رو تحمل میکنیم. به هر حال یک تصویری است گویا از یک جهاد. اما با این وجود یه شوق و عشق و علاقه ای داریم، لحظه شماری میکنیم که خداوند به ما این فرصت رو بده که ما احرام بپوشیم، بیایم بگیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. یک احساس میکنیم که آی وصل شدیم به ملکوت اعلا، احساس میکنیم که ما خودمون رو پیدا کردیم. ما در مسیر زندگی خودمون رو گم میکنیم، نمیدونیم ما چی هستیم، خیلی وقتا از انسانیتمون به در میریم. خداوند متعال ما رو میگه برید. کجا بریم؟ یعنی خدای من به واد غیر ذی زرع برید به کجا؟ به یه سرزمین لخت برهوت. حالا درسته که امروزه مکه مکرمه واسه خود شهری شده، اما بازم ببینیم چه شهری شده. ساختمونای خشک بیا به علف. کجاست اون کوههای پربرف و کوها و جنگلا و فلان؟ بهمون بگن آقا بیایید بریم شمال کشور، اونجا که اینقدر چیه، بعد اینقدر هم خرجش میشه. دو تا چهار تا میکنیم، میگیم که آقا نمیارزه ها، بریم چند روز خوشگذرانی، این خرجش میشه، نمیارزه. اما بهمون میگن که آقا یه فرصتیه رفتن به حج، به همون واد غیر ذی زرع، همون جایی که جای گردشگری نیست، یه عالمه ساختمون توی منطقه گرمسیر در بین کوه‌ها، نه زیبایی نه هیچ شلوغی، درد سر، ازدحام. میگیم آقا چقدر؟ بابا این هم باشه میدم، حاضرم. یعنی با یک عشق و علاقه هم پولمون میدیم، هم تحمل این مشقت رو به جان و دل میخریم تا بریم به واد غیر ذی زرع، بریم به این صحرای برهوت. چرا؟ خداوند از ما میخواد که ما به حج که میاییم برای هیچ تصور دیگه نیاییم، نه برای گردشگری بیاییم که اینجا جای گردشگری نیست، نه بریم برای خرید و فروش. بابا اونجا قیمت ها آسمونه، تو همون چیزی که تو حج میتونیم بخریم تو مکه مکرمه میتونیم بخریم، تو خیابون شهر خودمون 2 وجب بعد از خونمون میتونیم به نصف قیمتش هم بخریم. پس نه برای هیچی نمیریم، نه برای تجارت میریم، نه برای سیاحت میریم. اونجا کسی رو هم نداریم که برای دید و بازدید بریم، باغ وحشی هم نیست که برای حیوونا بریم، فقط و فقط برای یه چیز میریم، برای رسیدن به خدا. حرکت از شرک به ایمان، حرکت از
اتباع شهوت خودم که شرک هست به اتباع و پیروی از خواست خدا که ایمان هست. خب رفتم اونجا، اولین کاری که میرم چه کار میکنم؟ احرام میپوشم. احرام میپوشم یعنی چی؟ یعنی از کل اون خروج از طبیعت خودم، از انسانیت خودم که فاصله گرفتم، خودم رو آوردم در یک نظام طبقاتی معینی گذاشتم، در یک نظام و سیستم اقتصادی معینی من اومدم، یک جاه و مکانت خاصی برای خودم بافتم. الان همچی میرم گردم رو به آسمون کردم، بینیم میشه از نوک آسمون که چه آقای دکتر دارن تشریف میارن، طریقه راه رفتنم، شیوه حرف زدنم، همچه قلمبه سلمبه حرف میزنم که چی نگن که این در شأن شما آقای دکتر نیست. اونجا میرم نه آقا، همین منصب و این جاه و مکانت ساختگی و این شخصیت دروغی، این رو به زور از من میکنن میندازن دور، یک کفنی میندازن ببین آقا اینو به خودت بپیچون. خب اینجا دیگه خودم رو پیدا میکنم. خودم رو پیدا میکنم در کجا؟ در این کون و مکان واسع. من دارم تلبیه میگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. در دست راست من تا بی نهایت همه کون و مکان، سنگا و درختا و طبیعت و همه تا بی نهایت دارن تلبیه میگن. دست چپ من تا بی نهایت کون و مکان داره تلبیه میگه. یعنی من میشم جزئی از این خلقت الهی. خودم رو به عنوان بنده، به عنوان مخلوق در کنار مخلوقات دیگه میابم. آقا احرام بستی ها مواظب باش. یه قانونهای دیگه ای هست، قانون مخلوقیت. درک خودم، حق نداری هیچ درختی رو بوته‌ای رو بکنی. پس یعنی چی؟ همانطور که تو مخلوق خدایی، این طبیعت هم مخلوق خداست. در مخلوقیت تو و طبیعت برادرید، تو و طبیعت هم کلاسید، هم شکل و قیافه اید. پس با هم کلاست، هم دورت، نمیدونم هم شکل و قیافت، هم جنست در مخلوقیت ادب رو رعایت کن. حق نداری اذیتش کنی. آقا حق نداری حیوانی رو شکار کنی. چرا؟ چون که الان تو برگشتی به اصل و اساس و معدن خودت. تو مخلوق خدایی. همونطور که تو مخلوق خدایی، این حیوانات هم مخلوق خدان. اینها هم آفریدگارشان خداست. شما هم مخلوق و اونم مخلوق. پس باش با مخلوق خدا هم جنس خودت ادب رو رعایت کن. آقا اومدم من شدم چی؟ از جنس انسانی دیگه. در اینجا لا رفث، حق نداری ازدواج کنی، حرف ازدواج بزنی، حرف از بابا ازدواج مهمه. بله مهمه، اما اینجا دیگه ممنوع است. اینجا حرفش ممنوعه. آقا بشریت از ازدواج باید رشد کنه، به وجود بیاد، تجدید نسل بشه فلان. بله قربان، اما اینجا دیگه نه. اینجا تو اومدی به اصل خودت رسیدی. مخلوقی دیگه ای رو خداوند خلق کرده به نام ملائکه، تو میخوای مثل اونا بشی. حق نداری حرف از ازدواج بزنی. قضیه ازدواج روش نه شوخی نه جدی. ولا فسوق، حق نداری هیچ کار بدی بکنی، نه حرف بدی بزنی، نه غیبتی بکنی، نه زشتی بگی، نه کسی رو از خودت نه چغلی کنی، نه نمیمه کنی، نه 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 نه. یعنی چی؟ یعنی ملائکه میشی. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حق نداری با کسی درگیر بشی. آقا به من حولم داد، به من بد گفت، پامو زیر گرفت، فلان. هر چه شد حق نداری با کسی درگیر بشی، گلاویز بشی. چرا؟ چون که یه مخلوق دیگه از مخلوقات خداست، اسمش هست فرشته. تو باید مثل اونا باشی. مگه نگه از هم جنسید شما در مخلوقیت؟
اونم خلق خدا، تو هم مخلوق خدا. پس من در یک فضای دیگری میرم، من در یک فضایی میرم، از اینجا با این احرام حرکت میکنم، میام به خانه خدا، یه درس از اونجا میگیرم. در مطاف که دارم طواف میکنم مقام ابراهیم رو میبینم. مقام ابراهیم به من چه درس میده؟ مقام ابراهیم به من میگه آقا وقتی که عبادت خدا رو میکنی، عبادت خدا یه باری نیست که از دوشت بندازی دور. عبادت خدا باید با عشق باشه، با محبت باشه، با شوق باشه. حج که میایی با عشق بیایی، با شوق بیایی، با محبت میایی. نماز که میخونی با شوق باشه، با عشق باشه. ارحنا بها یا بلال، بلال ما خسته ایم، اذیتیم، بار زندگی رو ما فشار آورده، بیا ما رو راحت کن با نماز. نماز که میخونم بلال راحت میشم، عروج میکنم به سوی خدا. ابراهیم، مقام ابراهیم این حرف رو به من میزنه. چطور؟ ابراهیم جان خانه خدا رو برپا کن. خداوند به ابراهیم دستور میده که خانه خدا رو برپا کنه، این کار رو انجام بده. خب چطور انجام میده؟ چی دیگه، حضرت ابراهیم میاد یه خانه واسه خدا، یک اتاق درست میکنه به اندازه‌ای که زورش میرسه دیگه، جایی که دستش میرسه. کافی بود یا نه؟ بود. مسئولیت انجام میشد. اما ابراهیم نه، میره سنگی رو 2 نفری با بچهش بلند میکنن، میاد که روی این سنگ وایسه تا خانه خدا رو بیشتر و بیشتر بلند کنه. یعنی کار رو از چی میکنه؟ از یه نوع شوق، از یک نوع فقط بار مسئولیت بیرون انداختن نیست، اون مسئولیت رو با عشق و علاقه به بهترین وجه انجام دادنه. آقا وضو گرفتن تا اینجا کافی. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند روز قیامت من چطور شما رو میشناسم؟ غرا محجلین من آثار الوضوء. میایید روز قیامت هر جایی که جای وضو، اندام وضوتون برق میزنه، من از این روشنایی و زیبایی شما رو میشناسم. فمن استطاع ان یطیل غرته فلیفعل. اون کسی که میتونه در این عبادتش با شوق و عشق و علاقه بیشتر و به بهترین وجه اینو انجام بده، این کار حتما بکنه. دستمو تا اینجا شستم، تا اینجاش میشورم، بیشتر میشورم، عزیزتر بشم پیش خودم. پس کارو که میکنیم با شوق و عشق و علاقه بکنیم. این معدن واقعی من مؤمن هست. من مؤمن باید به خدام برسونم که ای خدای من کاری که انجام میدم با عشق و شوق و علاقه انجام میدم. خیلی جالبه وقتی میریم به مسعی، اونجا چی رو میبینیم؟ اونجا ما میاییم تقلید میکنیم از کی؟ از هاجر. هاجر چی کار کرد؟ هاجر یه بچه یه نوزاد داره که تشنه است، گریه میکنه، آب میخواد. مادر از سر دلسوزی از دنبال رزق هست، دنبال آب هست. کجا باید بگرده؟ خب طبیعی است، یه سر این کوه رو ببینی، این طرف اون طرف. میره روی صفا، خبری نیست. میره روی مسعی، خبری نیست. در این میان که میره گودالی هست، در این گولا بچه رو نمیبینه، زودکی میره میدوه. حالا ما هم میدویم. وقتی ببینیم در مسعی اسمش هست سعی، تلاش. چقدر سعی و تلاش؟ وقتی فاصله بین صفا و مروه رو نگاه میکنیم 7 بار. حالا که خب راه رو درست کردن دیگه، کولرها هست، شما پادشاهانه داری سعی میکنیم، اما اون تصور رو بیاریم که هاجر چطور تو این سنگلاخ‌ها، تو این دره، تو بین این سنگ‌ها، تو این هوای گرم چطور میدوید. این رو وقتی نگاه میکنیم 7 بار، میبینیم که این دیگه نهایت قدرت یک زن هست. یعنی هاجر اینقدر سعی کرد که از پا در اومد. چرا سعی کرد؟ چون که در پی روزی بود.
برای رسیدن به روزی باید اسباب اون رو گرفت. اسباب چه هست؟ اسباب دست خداست که ما رو میگیره. برای همین ترک اسباب، ترک سبب، این گناه هست. اما باید این رو درک بکنیم که سبب روزی نیست، تلاش ماست. ما وظیفه داریم تلاش بکنیم تا آخرین حدش. بعد از اون چی میاد؟ بعد از اون رحمت الهی است. الرازق خداست، الرازق خداست، نه سبب. حضرت هاجر علیها السلام چی کار کرد؟ سعیش رو کرد، تلاشش رو کرد. تا چه درجه؟ تا آخرین درجه، تا از پا در اومد. رزق و روزی کجا اومد؟ هیچی دیگه. وقتی که تلاشش شد که اون توان آخرش رو به خرج داد، برگشت دید که زیر پای بچه آب اومده بیرون، زمزم اومده بیرون. زمزم کجا اومده بیرون؟ جایی که اونجا هیچ تلاشی نیست. تا من و شما بدونیم که آقا الرازق روزی دهنده خداست، وظیفه ما تلاشه. چقدر تلاش؟ تا آخرین حد ممکن. شفا دهنده خداست، وظیفه ماست که بریم در پی دوا و درمان و دکتر و علاج. اما باید بدونیم که دکتر ازش هیچ کاری ساخته نیست، دارو ازش هیچ کاری ساخته نیست. اما تلاش ما عبادت هست، وظیفه ماست. نکردیم گناست. بعد از اون شفا از کجا میاد؟ شفا از جانب خداوند میاد. قصه زیبایی ذکر میکنن از قصه های بنی اسرائیل که حضرت موسی علیه السلام بیمار شدن، رفتن پیش دکتر، یه دارویی دادن، استفاده کردن، یه مقداری خوب شدن. بعد از مدتی همون بیماری پیدا کردن، گفتن که خب پس این بیماری همون بیماریه، دارو هم که هست. رفتن همون دارویی که مونده بود اون رو استعمال کردن، خوب نشدن. بعد رفتن پیش دکتر، دکتر همون دارو رو باز بهش داد، استفاده کردن، خوب شدن. بعد گفتن خدایا این چه حکمتی تو این هست؟ خداوند متعال بهش گفتن که موسی جان، ما برخی از شما رو سبب روزی برخی دیگه قرار بدیم. اگه قراره که شما برید داروخونه، دارو رو بگیرید، بخورید، خوب بشید، پس این دکتر بیچاره از کجا بخوره؟ از شما رو سبب هم دیگه قرار دادیم. چرخ زندگی به چرخه. اینه که ما سبب رو میگیریم، اما باید یاد بگیریم که مسبب الاسباب خداوند هست. سبب رو خداوند، دست خداست که ما رو میخواد بگیره، ما باید اون رو بگیریم. خالق سبب خداست، اما اون کسی که شفا میده، اون کسی که روزی میده خداست، نه سبب. خب اومدیم در لباس احرام به مکه رسیدیم، عمره قدوم رو انجام دادیم. بعد از اون رفتیم لباسای خودمون رو پوشیدیم، برگشتیم به چی؟ برگشتیم به همون که بودیم. احمد پوده همونی که بوده، برگشتیم به همون حالت اول. چه شد؟ هیچ دیگه. لباسمون رو پوشیدیم، هر کسی به همون قدرت اجتماعی، قدرت جایگاه خودش لباس خاص خودش رو پوشید. هر کسی به قدرت توان اقتصادیش رفت هتل خوبتر گرفت. یعنی باز ما برگشتیم به چی؟ به اون به اصطلاح اختلافاتی که خداوند برای ما مهیا کرده. اینجا میاد که خداوند میگه که آقا برو کجا؟ همتون بدون استثناء، کسی تو مکه نمونه، برید کجا؟ عرفات. چطوری بریم؟ همونطوری که اومدید برگردید، لباس احرام بپوشید، برید عرفات. میرم عرفات که چی؟ که باز یادآوری بشه که ای مؤمن، یادت نره تو اینی، همتون اینید. دیگه نشه که من بگم عرفات رفتن عرفه، من بمونم تو مکه خلوت طواف کنم. نه، همتون. الحج عرفه، حج عرفه هست. عرفه رفتی حج کردی، نرفتی حجت بی هیچ. خب رفتم اونجا تا ببینم بله هممون
بدون استثناء، با تمام اون اختلافاتی که در روزی که خداوند به ما داده، با تمام اون اختلافات اقتصادی که با هم داریم، رتبه های اجتماعی که با هم داریم، با تمام اینها هممون در مقابل خدا بنده ایم، برده ایم، خاکساریم. اونجا باید تضرع کنیم، زاری کنیم، گریه کنیم. همه رو داریم میبینیم اونجا که هممون در بندگی و بردگی مثل همین در مقابل خداوند. انگار که خداوند متعال ما رو در عرفات جمع میکنه، بگه که ای بنده من، تو رو بخشیدم ای بنده من، و همه این خلایق رو جمع کردم که گواه باشم که من از تو درگذشتم. ببینید خدایمون چقدر رحیم هست و چقدر مهربون و چقدر ما رو دوست